این امارات‌های کهنه‌ای که در حولی موزه استاد عینی در سمرقند هستند این امارات‌ها و این امارات‌ها وقتی که استاد عینی به سمرقند از بخارا آمدند بعد 70 چوب با تخت پوست زدن و خونسار شدن تخت پوستاشون رو توابت کردن در کاغان و بعد آمدن دوام این توابت در سمرقند گذراندن و اینجا استاد عینی در مکتب هایی که جدیدی که اینجا کشیده شد مکتب های نو اینجا با تدریس مشغول شدند با معارف پرانی سمرقند همکاری کردند در مطبوعات و همون دوره نو تشکیل شده سهمگذار شدند بنابراین در اینجا بودن استاد عینی یکی از فردهای بزرگترین فردهای فرهنگی ما برای گذاشتن تحکرسی آینده ادبیات و زبان و مدنیت تاجیک بسیار اهمیت کلان داشت بنابراین اهل علم و فرهنگ خصوصا حکومت تاجیکستان در سیمای عبدالقادر محیدینوف برای این کس بسیار کمک ها کردند و یک کمک این کس عبدالقادر محیدینوف سببگار شد که استاد عینی در اینجا خانه به خانه در اجاره شینی بودند و این کمک مادی عبدالقادر محیدینوف سببگار شد که همین حوالی خوشکامل بای را خریده گیرند این حوالی درون بیرون بوده با اصول قدیمه صنعت معماری تاجیک بنا یافته بود ما حاضر در خفای من شکل قدیمه همین امارت است که مثلا تیرزهایش از سطح زمین سر می شود و مهمانخانه حقیقتا منقش دارد و سزاواری همین خیلی انسان بزرگ عینی است استاد صدرالدین عینی بعد از بخارا آمدن مدتی در تاشکند زندگی کرده و با یک خواستار مدد روشن فکران سمرقند اینجا آمده همین منزل را خریداری میکنند و قریب تا پایان عمر در همینجا زندگی کردند این خانه مقدس است در اینجا از استاد عینی سر کرده تا چندین حتی ممکن گفتن هزاران نفر ادیبان نه تنها تاجیک و تنها ازبکستان بلکه از تمام عالم آمدند و این خانه و در زمان البته بسیار صحبت‌های عجیب خانه ها را تصویر میگیرید مهمان خانه صندلی اینجا ایجاد خانه حتی دیگر چیزا همش از محفوظ نگاه داشته شده است و تاریخی همچون آثارخانه نگاه داشتن خانه نیز یک تاریخ خاصه دارد عینی جان خود را به گرو مانده سالهای شوروی که چیزی که با حروفات عربی و فارسی نوشته بود همچون کتابای دینی حساب شد و بلشویک‌ها و اینها رو می‌سوزاندن می‌پرتافتن این که از جان خود رو در هراس مانده و قشلاق و شهرها گشته از حساب پول خود همون دستخط‌ها رو نوشته خریده آورده در همین پدوال خود روز کرده بودند و وقتی ساعتش که رسید این یک مقداری کلام تحفه به انستیتوت زبان و ادبیات اکادمی فنهای تاجیکستان از طرف خود استاد شده است با همین خیلی آدم را ما باید پاس داریم وقتی که استاد عینی با دوشنبه کشیدند و اینجا چند وقت به صاحب ماند بعد در اینجا عمارت‌های بسیار قبطه زمان خرشچوی ساخته شد در اطراف این حوالی لیکن از بس که این حوالی استاد عینی بود برای ویران کردنش اندیشه میکردند که ویران کنن یا نه علمین موزه دو مراتب قریب ویران شد یک بار برای آنکه از دو طرفش خانه های بلند آشیانه ساختند همون وقت من شما گویم اگر همین 60 72 سال آغاز بود
ҳамин ҳоҷи Қурбон Ҳамидзада устоди ман бо Раим Муқумов Мардонқул Муҳаммадқулов шоиру ҳамун солҳо баъд нигоҳ доштагӣ буданд. وقتی که این کوچه رو از نو تعمیر ریکنستروکسیون کرده نمیشن این خانه هم گویا که ویران کرده شدنش در کار بود. لیکن روشنفکران سمرقند بخصوص یکی از شاگردان صادق استاد عینی رحیم مقیموف که اون وقت در دانشگاه دولتی سمرقند هم دکان هم مدیر کافدره بودند و از شاگردان نزدیک عینی تحتش راهبری صدرالدین عینی درباره محمد شریف گلخانی دیسرتاسیون نامزدی حمایت کردگی است. میگذارند که در اینجا همین بلدوزر استاده تو خانه ویران کردند و از التماس میکنند که برادر تا دوره صبر کن و همین خانه باز داشته شد و آمدن در فاکولته به نام سرور حکومت ازبکستان اون وقت شراف رشیدوف بود. شراف رشیدوف در همینجا شاگرد عینی بود. به نام وی تلگرام فرستاده گفتند که خانه استاد عینی در عرفه ویران شدند و دو روز گذشته خانه نگاه داشته شد و با موزه آثارخانه تبدیل داده شد و خطا نکنم پیش از 100 سالگی استاد عینی خانه به موزه تبدیل داده شده. 100 سالگی استاد عینی سال 1978 خیلی پرشکوه گذرانده شد. و دیرتر ما از نوشته‌های کمال عینی خبردار شدیم که عبدالأحد قهاروف سهم گرفته بوده است برای در اینجا حالی موزه ساختن. تلفن میکند با شراف رشیدوف که اون وقت رئیس کمپارتی ازبکستان بود و شراف رشیدوف کمال عینی را دعوت کردند. از اون کس رو با جمع آمدن جمع آورده بوده است در همون اداره خود. اونهایی رو که با ادبیات و علم ادبیات شناسی علاقه‌مندند و با اونها میگوید استاد عینی با من حق استادی دارند. من اونها را اون کس را اتخان میگفتم و بنابراین چی فکر دارید شما همین حوالی اون کس را ما موزه کنیم یا نه و همه موزه شود بیان دستگیری میکنند پیشنهاد شراف رشیدوف را. بار آخر یکی از معاونان سروزیر ازبکستان که همون سال در اینجا باید فستیوال ترانه های شرق میشد و متصدی این گذراندن این فستیوال بود. بعد میبیند که اینجا همین موزه در بین امارات های وای یک چگیم بچه‌اش نمایان است بسیار میخواهد که ویران کنند. حتی همین متصدیون منصبداران ما فکر نکردند که او اینجا در روی برای همین خانه موزه در ریگستان یک جشن بین الخلقی گذشته ایستاده است. از زیاده از 20-30 دولت اینجا نمایندگان حضور دارند. اگر این احوال رو بینند و خبر یابند اینا چی میگویند گفته حتی فکر نکردند. یکی از چینوونیک‌هایی که از خودی همون جمهوریت اومده همون شبانه در اومده بسیار یک وارورسکی میگویند یک واندالیزم رو به کار انداخته. حتی همون وقت چرا شبانه این کار رو کردن نمیخواهند که مردم چی شود با چی بیاید ناراضی نشود یا اینکه من مثلا همین هیکلی رودکی رو هم شبانه کنده گرفتن. هیکلی آزادی داشتم و در همون باغی امروز اون وقت دو مفیدسیروف میگفتن امروز باغی نوایی نام گرفته از رسما اونجا
اون رو هم شبونه کنده گرفتن. خیلی شاهدها هستن میگوین که همین خیلی دردآور است که شبونه از ساعتی 3 شب 4 شب کنده بردن، همین 1 ساعت 2 ساعت به نمونده. مثلا همین کار رو کردن. همین به خانه موزه عینی هم شبونه هجوم شد و انا همین هجوم حتی علاقه اکسپانات ها رو پورا جمع کرده، همین بسته‌بندی کرده برده به موزه تاریخ و صنعت ولایت برده سپوریده، علاقه همون وقت برده پرتوفته. همون شب خودش برآمده بالای بومی همین خانه موزه عینی رو کندن به سر کرده تا همین درجه. و مردمی خداگاه سمرقند شکر خدا که بودند و اونها به پا خیستند. وقتی که دوباره خطری ویران کردن آثارخانه استاد صدرالدین عینی رخ داد به میان آمد، من حتما به موزه آمدم و در اینجا دیدم که خدا رحمت کند دیرکتوری مدیر موزه خانه عبدالکریم غنیزاده جدا محزون نشستند. بعد به من گفتند که هم خیلی یک من حاضر من بینید همه چیزا گرفتیم. من اون کس خیلی ترسانچک و بزدل گفتنی نیستم. ممکن کس هم کس سپارش شد که همه اکسپانات های گفته برآمدین. اون کس خیر خانه همطور شست. من گفتم آچا شوریش نکردید چه یک بانگی استراب نزد. برای همین ما شما را دعوت کردیم. من اولین کار من این بود که من با دو رهبر دو کشور و پرزیدنت ازبکستان کریموف و با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان برخلاف ارسال نمودم و حتما با کمال عینی زنگ زده مسئله را فهمیدم. اون کس گفتن که چیکار به خانه پدر من ویران میکردن این پن ترکستان. گفتم من گفتم من نمیدونم لیکن همین خیلی تهدید شویس است ویران شویس است. گفتم من با صحبت در یک صحبت با یک منصبداری بسیار کلانی حاکمیتی شهر سمرقند معلوم کردم که در همان روزها نه یگان تلگرام نه یگان مراجعتنامه حتی رسمی مقامات شهری ولایت رو نمیدونم، چون که با منصبداری مقامات شهری من صحبت کردم و پرزیدنت ازبکستان رفته نمیرسد. بنابراین با یک چند نفر دوستا مصلحت کردیم که ما باید یک نفره را یابیم که همین نفر میتواند با نزد پرزیدنت کریموف در آمده درباره یک حالت نامطلوب که اینجا رخ داده ایستاده است، یعنی یکی از معاونان سروزیر با ویران کردن موزه صدرالدین عینی فرمان داده است. البته همه جهازی که از میراث استاد عینی بود جمع آورده شده بود، اینا برده در یک تاخانه موزه دیگر موزه ولایتی جای کردند. ما قرار کردیم که همین خیلی انسان افتان لازم و جستجو کرده یک نفر رو پیدا کردیم که از البته از ازبک‌های فرهنگی که دلش با همین فرهنگ ازبکستان بسوزد، با مدنیت ازبکستان بسوزد و در آمده و امکانی به نزد پرزیدنت در آمدن داشته است و با همون کس معلوم کردیم این وضعیت رو. همون گونه که شهر دوشنبه هم ساختمان‌های شوروی خراب شد و برج ساختند و بیزنس پولسازی شد، در سمرقند هم همین فکر پیش آمد. هنوز هم هست. بحث خانه موزه صدرالدین عینی این بود که نمیدونم اسم آورده نمیتونم، در شبکه‌های اجتماعی بسیاری از روشنفکران بسیاری از مردم اعتراض کردند، به خصوص افرادی که در اطراف خانه موزه صدرالدین عینی زندگی میکنند در مرکز شهر سمرقند اعتراض کردند. حرف اینها هم ناشنیده نموند. اما بحث اصلی بر آن بود که
اعتراض هایی که به شهر دوشنبه شد که از بین بردن تاریخ دوشنبه یونسکو رو بیدار کرد. در ترکمنستان همین شد، در بسیاری از در تاشکند همین کار شد، در سمرقند بسیار بناهای زیبا تخریب شد و حالا رسیده بود که خانه موزه صدرالدین عینی که در مرکز شهر است و بسیار اینجا زمین پول ساز است. یک به مهمانخانه سازن اگر درآمد بیشتری دارد تا مثلا $2 بلیتی که برای موزه خانه موزه صدرالدین عینی میفروشند. وقتی بحث بیزنس مطرح می شود، یونسکو آمد دور شهر کهنه سمرقند حلقه کشید. گفت اجازه نیست که این شهر دیگر تخریب شود. هر چیزی که هست به همون شکل میموند. یک اصل این شد که به روشنفکران تاجیک قدرت داد که حداقل به یونسکو خبر داد که مرکز شهر رو خراب میکنن. این اجازه نیست. یک پشتیبانی سازمانی بین المللی بی‌طرف هم نقش داشت. اما از این حلقه بیرونتر ما بناهای با ارزش بسیاری داریم که یونسکو حمایت نمی‌کند. یعنی در اون حلقه حمایت یونسکو نیست. در اینجا هست که همبستگی روشنفکرها بسیار مهم است که به یونسکو خبر دهند. حالا درست است که خارج از آن حلقه است، اما همچنان تاریخ این مردم است، تاریخ این شهر است و آنها باید نگه داشته شوند. شخص مسئولی که یا مشاور من بود بس و یا مثلا یاردمچی پرزیدنت بود است، اینا من انیق نمیدونم، لیکن به همون شخص رسانیدن و سحر وقتی که پرزیدنت به کار میآید کابینتش میشند در آمده در نزد پرزیدنت همون سخنهایی که پرزیدنت کریموف در وقتی بزرگترین و بلندترین از جهت قدر و قیمت اردن جمهوری ازبکستان رو وقتی که با استاد صدرالدین عینی هم تخصص داده بود و باید سخن میکرد، در این قطار سخن میکند با استاد عینی بسیار بهای بلند داده میگوید که این شخصیت بزرگ است که با هر دو خلق برابر خدمت کرده است و همین مادام پرزیدنت میپرسند که کریموف برای چی ایناش با من یادآور کرده استادید؟ بعد وی میگوید که من همین معاون سروزیر با همین خیلی کارها مشغول است، ضد سیاستش من همین خیلی کارها کرده استاده است. بعد پرزیدنت میگویند که وی شتات این کس رو باید اختصار کرد و اختصار میکنند با فرمان مخصوص. بعد همین وضع تماما تغییر یافت و بازداشته شد ویران کنی موزه و جهازهایی که از اینجا برده بودن برگرداندن و آثارخانه استاد عینی از نو به کار درآمد. زیایی‌های علاهیده سمرقند جانبازی کردگی این سالها به نگاه داشتن خانه موزه عینی. نگاه داشتن خانه موزه عینی این یک جزوی ترکیبی جنبش ملی مدنی تاجیکان ده این سبب. من اینجا حال شما میبینید اینجا با صندلی همون استاد انم صندلی بشته انم اینجا کتابی غلامانه مکتبی کهنه آدینه انم مرگ صدقی است چند اثرهایشون همون شعرشی مقنعه تیمور ملیک انم جشته نویستگی انم گردی انم صندلی با من یک نزدیک به یک کتاب دستی من بغلتید خاطره های کاتبی باشون همون کاتباشون چیز عجایب نوشته که چقدر استاد مهنت میکردن چقدر ایجاد میکردن. ما باید این موزه برای خودمون نه برای اولاد آینده نگاه دارم. ما رو بسیار امروز در همین حیرت مانده ایستاده است که در سمرقند یک چند موزه ها هستند، موزه های ملی. من موزه صدرالدین عینی خانه موزه یهودیان بخارا در سمرقند، در موزه افراسیاب سمرقند در همون مهمانخانه حاکم سمرقند تصویری سفیران از طرف چین و ماچین آمدگی هستند. از آن ایرانی ها سید رضا علیزاده هستند. ما در ترکیب موزه ممنونگاه سمرقند
وقتی که هر ماه نتیجه قلبی رو میبردارن از همه کمتر تشریف آوردگی این خانه موزه استاد عینی و یا میگوین که برای کی موزه ساختیم نخود که از تاجیکستان یا برای تاجیکان این خانه موزه لازم نیست ما میخواستیم که من امروز همه شرایط فراخ من همین روزها بسیار از تاجیکستان مهمان آمده ایستادند میبیان و این انسامبل ریگستان بعد از باید گذاشته به مقبره امیر تیمور میگذارند و از همین خانه ما یک همین قدر که ما التجا کنیم هم ندار آمده بعد دیگه حاضر میبینیم که گذاشته میروند برای ما این بسیار چیزی نقض نیست راستش بگم گیلمندی از همون است که بعضی سمرقندی ما کویراب که ما تاجیک میگویم این تو میگیم لیکن من همین فرهنگ به ملت به زبان به اهمیت نمیدیم نمیتونم ما چون هیرسا ما ماشین هیرسا ما خانه اسازیم تو های بعد وای میکنیم همین کاشانه قیمت برای یک تمیز 1 میلیون باشد نمیتیم از بالای رقصا دلار میپاشیم زبانی مادری و شیری همین تاجیک خورده کامل برسته خیلی یک دوستم باشیم لیکن من همین کتاب گیریم همین ملت به خدمت کنیم زبان ما شیری مادر حرمتش نیست بی نمیگیم همین باید گیلمندی همین است که من همین تاجیکستان همسایه ما من 50 60 کیلومتر من حیران که نمیبینن آدمو همیشه آمده نمیبینن ما خوشبختانه قریب 40-50 تا مکتبای تاجیکی است همین بعضی معلمای ادبیات شاید که خودشون نمیدونن که کجا موزه این جای گرفتگی اگر همینو بیان همین بچه‌ها بیان من همینجا یک دور زنن بینن اگر آنها جوامینشون دیگر میشد آنها آینده برای ملتشون برای زبانشون برای آینده خدمت میکنن که عموما من با یک چیز هستم که من در وقتهای آخر از طرف حکومت تاجیکستان هم اعتباری داده شده است لیکن همچون خانه موزه ما حالا یک چی میگن یک صغیره برین ما میخواستیم که در همون محفلهایی که امروز در تاجیکستان شده ایستادند همون بعضی وقت اعتباری که به دیگر کارمندان شده ایستاده است و کارمندان عینی هم خانه موزه استاد عینی میشد این برای آبروی اعتبار خود خانه موزه بلند میشد ما میفخریدیم که ما در قفای خود قبله داریم که ما رو همه وقت دستگیری میکند صدرالدین عینی رو ما بسیار صحبت میکنیم از خانه‌ای که در آن زندگی کرد در سالهای بهترین اوج فعالیتش که در سمرقند است اما زادگاهش در خانه‌ای که صدرالدین عینی به دنیا آمده است شما رفته بینید در چه حال است من 2 بار رفتم در طی 10 سال گذشته 2 بار رفتم مستقیم از خانه بازدید کردم سقفش میچکد بامش میچکد کتاب خود دریده نه قفسه کتاب است نه صندوقی برای حفظ است بسیار بسیار رقتبار است شما بینید که اگر که یک سازمان بین المللی به ما کمک نکند به ما راهنمایی ندهد مثل یک کودک دستمان رو نگیرد ما خودمون از گنجینه های ملی خودمون حمایت کرده مگر نمیتوانیم ما خودمون مگر نمیتوانیم یک برنامه ریزی کنیم این همه کوشانه ها ساخته می شود این همه رستوران های قصر ساخته می شود خانه ای که صدرالدین عینی در آن تولد شده است چقدر مگر پول می خواهد خلق تاجیک این خانه رو پاس دارند و زیارت کنند و این سنگ های خانه از قدم های اویها خورده شود من همه چیز رو ما فراهم کردم استودیو من شما دیدید 1-2-3 نفر آدم میبرد به دیگر باشد ببینید حاضر از روسیه و از دیگر خارجی مهمان آمده این کسا رو طواف کرده ایستادن من میخواهم این خانه موزه نه فقط برای تماشا این خانه موزه یک مرکز ادبیاتی نوینه تاجیک شود ادیبان جوان امروزه که به زبان تاجیکی ایجاد میکنن آمده در همینجا کارهای عملیشون رو بینن همینجا جمع شوند همینجا صحبت ها آراسته کنند از یاد عینی آنها را دستگیری میکند من هم مهمانخانه‌ای که عینی تمام ادیبان همون وقت را در اطراف صندلی خود جمع کرده بودن امروز خالی برای چی آمده در اطراف همین صندلی نشسته
صحبت های ادبی علمی رو آراستن ممکن نیست.